بدترین خاطره بچگیتون چیه؟ هنوزم وقتی یادش میافتم حالم بد میشه. سال اول دبیرستان بودم و یه پسری تو مدرسه بود که همه ازش بدشون میومد. وسط درس حرف میزد، بچه‌ها رو اذیت میکرد. حتی معلم‌ها هم دوستش نداشتن. مخصوصا خیلی دخترا رو اذیت میکرد. مامانش رو زیاد تو دفتر میدیدم ولی هیچ وقت خوباشو ندیدم. یه روز بیداری یکی از دوستامو کتک زد. ما هم تصمیم گرفتیم تلافی کنیم. آخر هفته یواشکی رفتیم مدرسه. دفتر رو گشتیم و دفترچه تلفن رو برداشتیم. شماره پدرش رو پیدا کردیم و بهش زنگ زدیم. خودمون مدیر جا زدیم و گفتیم پسرش بدترین شاگرد مدرسه است و همیشه مزاحم کلاسه. اونم باور کرد و خیلی عصبانی شد. فکر کردیم بالاخره حقش رو گرفت. دوشنبه که اومد سر کلاس همه ساکت بودن. اونم گوشه نشسته بود و حتی یک کلمه هم حرف نمیزد. اولش خوشحال بودم ولی آخر کلاس وقتی دیدمش خشکم زد. تمام صورتش کبود بود، دو تا چشاش سیاه بود. انگار حتی نفس کشیدن هم براش درد داشت. اولش فکر کردم با یکی دعوا کرده ولی بعدش فهمیدم چی شده. این کار ما باعث شده بود. احساس گناه وحشتناکی داشتم. به دوستان و خانواده‌ام گفتم و اونا با پلیس تماس گرفتن. باباش افتاد زندان. اون روز فهمیدم بعضی وقتا فکر می‌کنی داری عدالت اجرا می‌کنی ولی در واقع داری بدترین کارو انجام میدی.